هواپیمای بوئینگ 737 دارای 4 در اساسی و 4 در احساسی می باشد که در قسمت‌های اول بعد از 35 سال دوری از سرزمین عزیزم ایران فرصتی پیش اومد تا سفری کنم به تاجیکستان و ازبکستان، بلکه چند قدمی به زادگاهم نزدیکتر بشم و بلکه فرصتی پیدا کنم برای وصل دوباره با اون بخش گم شده زندگی و به ریشه هام. رفتم برای وصل، غافل از اینکه میراث نیاکان ما اونقدر عمیق در تار و پود این سرزمین گسترده و زیبا پیچیده شده که رنگ‌های مختلفش مثل گل‌های یک قالی فقط و فقط زیباییش بیشتر میکنن تا جایی که وصل دیگه معنی خودش را دست میده، چون این پیوندی ناگسستنی است. حسابش مگیر، آب حیات از عشق در دل و جانش پذیر. عشق چو بگشاد رخت سبز شود هر درخت، برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پیر. توی این سفر فهمیدم نه فاصله ها و نه مرزها هیچ وقت نمیتونن دلها رو از هم جدا کنن، چون این عشقی که آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، نه مرزها. همون عشقی که ما رو به خونه برمیگردونه و از دوریش دلتنگیمون میکنه. هر که شود سید عشق کی شود او زید من، چون سپرش محبوب کی رسدش زخم تیر. جمله جانهای پاک گشته اسیران خاک، عشق فرو ریخت زهر تا برهاند اسیر، تا برهاند اسیر. به خوبی میتونم حس کنم که میراث فرهنگیمون روی همین عشق ساخته شده، عشقی که توی آداب و رسوم، توی شعر و هنرمون جلوه داره، از گلهایی که روی دیوارها و گنبدها کشیده شده تا نوروز که خودش زاده عشق به طبیعته، و شعرهای شاعرانی مثل رودکی، فردوسی، حافظ، سعدی، خیام، بابا طاهر و مولانا، همه روایتگر شکل‌های مختلف همین عشقن. و این همون نیرویه که فرهنگ ما رو دست سلوکیان، اعراب و مغول‌ها نجات داده و استوار پابرجا نگهش داشته. عاشقیان خنده تو جان شکر خواه ماست، سایه زلفین تو در دو جهان جای ماست. از قد و بالای اوست عشق که بالا
آن که بشد غرق عشق قامت و بالای ماست. در این سفر به دیدار پادشاهان و کشورگشایان این دیارم رفتم، کسانی که هر کدوم نقش بزرگی در شکوفایی زبان و فرهنگ ما داشتند. اما هنوز آرزو دارم که روزی بتونم به پاسارگاد برم تا آرامگاه کوروش کبیر، شاه شاهان رو من نزدیک ببینم. از سببی هجر اوست شب که سیاه پوش گشت، توی دود شب ذاتش سودای ماست. نیست من باورت این سخن از شب بپرس، تا بدهد شرح آن که فتنه فردای ماست. خوشحالم که در همین سفر فرصتی پیدا کردم تا منشور کوروش کبیر، اولین منشور حقوق بشر جهان را از نزدیک ببینم و با چشمانی پر از اشک و حسرت چند لحظه ای دار تا دور این سند بی‌نظیر قدم بزنم، به امید آزادی ایران و بازگشت شکوه به